имсол кишоварзони хоҷагии намуна дар майдони 140 гектар пахтаи навъи филеш ва дӯстӣ киш карданд. То имрӯз майдонҳо ду маротиба обёрӣ шуда, корҳои агротехникӣ ва ғизодиҳии саривақт роҳандозӣ шудааст. Дар ҳамин шабрӯз 565 нафар саҳмдорон дар саҳро сарҷамъи кор буда ба нармкунии бехи ниҳолон ва обёрии майдонҳо машғуланд. Бригадири бригадаи рақами 4 Маҳмад Икром Негмонов дар бораи ҷараёни рафти корҳои саҳроӣ фикру назари худро ба тариқи зайл баён намуд. ما سردار بریگاد نمره 4 در میدان 25 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندیم. 33 نفر کارخانه‌چی کار میکنند. دوم مراتب غذایی است. 5 مراتب بین قطارهای پخته کار شد. حرکت میکنیم که تا 35 سانتی حاصل به دست آوریم. آب نقص آمده گرفته شدیم. یکم آب تیار کردیم. اگه دوم آب سر میکنیم. اگه پخته این کمتر زمین به قوت‌تر است برای همین خوب میشود ان شاء الله نظم میشه. زیاد از 70% میدان‌های خوجگی نمونه طریق نسوس‌ها آبیاری می‌شود. نسبت سال‌های گذشته دهقانان امسال با آبیاری میدان‌ها مشکلی ندارند، زیرا کانال و زهربارها سری وقت تازه کرده شده. امروز میدان‌های خوجگی آبیاری می‌شود، گفت هینی صحبت رئیس کمیسیه تفتیشاتی خوجگی نمونه حسن توش بابایوف. بدخواست نچند بدخواست امسال دو ماده میندار خود را بیان میکنیم. پیش سال‌های پیش بسیار مشکل بود برای نساس‌ها. امسال باشه همین نساس‌ها ضبط‌کش‌ها تازه کردگی، نساس‌ها را تعمیر کردگی در وقتش مثال خوبار رسانده شده. ما همین کالکتیو هر دو کالکتیو ما منت داریم. شب روز خدمت کرده شده. که وقت ما آبیاری پخته در کار میشه، آب هست، با مشکلات همش برطرف شدگی. خدا خواهم با نقشه با گرفتن نقشه را حاصل نکرده بر زیاد اجرا میکنیم. هر کار کردن در کار. همین روز دوم خزادیشا سر کردیم. همین روز نه 4 روز. این برگته دوم روز یکم دوم کارش همین روز سر کردیم. پستیان اداره دا ابی تشکیل کردیم. نصف روز پستیان خوراکی گرم هست هر روز. ما نوی وقتا فیلیش نویشه کش کردیم. یکم سال کش کرده سادیم. خیر رفته دیدیم حاصل ناگش همین نوی فیلیش ناز بوده آوردیم کش کرده سادیم. خیلی میبینیم در سال آینده خیلی چخیل میشه. کار کرده سادیم. اینا حاضر هم ماشه کار کرده. همین روزم داری آمد آورده زده سادیم. ترتنک هست دایی. کرد هست دایی. دهقانان خوجگی نمونه ابراز می‌دارند که پخته پروری یکی از ساحه‌های سردرآمد به شمار می‌رود. با این مقصد چون سال‌های گذشته امسال نیز کشاورزان خوجگی عزم قوی دارند تا نقشه‌های بر عهده داشته خود را سربلندانه اجرا نمایند. صابر جان سعیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.